start recording. اوکی درس آغاز شد. بین که شما سوال کردین که get clone نشد، میشه که یک دفعه ببینیم. صفحه من رو میبینه نه انشالله. اوکی بسیار خوب. شما به خاطر ازی که هرچی اگر بخواین که ریپوزیتوری خود یا کدام ریپوزیتوری کسی دیگر در کامپیوترتان کلون کنین، اول خود اکاونت جور میکنین. دومش اکاونتتان در کامپیوترتان ست اپ میکنین، یعنی در کامپیوترتان باید امی یوزرنیم پاسورد در کامپیوترتان از گیت هابتان باید در کامپیوترتان باشه. در غیر از شما نمیتونین هیچ چیز از چی بگیرین، از اکاونتتان بگیرین. ما یک چند چیز نوشته میکنم اینجا. خب اول باید خود کمان لاین یا خود طول گیت در سیستمتان داشته باشین. That's number one. باز امی credentials گیت باید در سیستمتان باشه. get credentials. هدف از credentials امی username جمع پاسورد، مگر آل در وقتا به این شکل بود، مگر آل کمک تغییر کرده. به جای یوزرنیم پاسورد شما چی را میتین؟ کی را میتین، یا یک دانه کلید در سیستم شما رو میگه SSH کیز، کیه که SSH میکنه در سیستمتان ذخیره میشه و یک دانه مثل private public key وارسته، مثل قلف و کلید وارسته. یعنی یک قسمت کلید در گیت هاب می باشه و یک قسمت کلید که پابلیک است یا خود کلیست او در سیستم شما می باشه. و باز وقتی که شما هر چیز از ریپوزیتریتان میگیرین، سیستم گیت با استفاده از امو کی چی میکنه؟ میره ریپوزیتری از کامپیوترتان از گیت هاب کلون میکنه یا دیلیت میکنه، هر کار میتونن انجام بدن. به خاطر ازی شما اگر من صرف اگر اول سیستم خود نشان بدم، که بازیست که من نشان نمیتونم براتون مگر همونطور یک راهنمایی میکنم. در لینکس یا در ویندوز در زیر فولدر در چی؟ در خود هوم فولدر باید باشین. یعنی علامه که مد کسته هوم فولدر تان نشان میده. در اینجا اگر شما الس کنین یک دانه فولدر است به نام SSH، ایره واز کنین ببینین که در اینجا بعض کلیدها اینجا ذخیره شده. ما اینجا زیاد کلید دارم، از تنها از گیت هاب نیست، از دیگه جای هم است. و کلیدها عموما کلیدی که برای در گیت هاب جور میشه او را شما باشین اینجا در چی برین؟ در settings که رفتین و باز اینجا قسمت به نام SSH and GPG keys، کلیدهای SSH و GPG ای را ببینین و در اینجا میگن new SSH key. مگه این نیو SSH کی را وقت میگن که شما کلید در سیستمتان جنریت کنین. باشه که من یک معلومات عمومی بتونم که SSH کیز چی است. شما این مثل قلف کلی وارسته. یک دانه باشه من اینجا بگیرم لاک. مثلا شما یک دانه قلف جور میکنین طرف گیت هابتان. گیت هاب اینی گیت هابتان است. گیت هابتان یک دانه قلف مندازین و
کلیدش در کامپیوتر تان میمونن پی سی. اینی کلیدش هست باشه، کلیدش در کامپیوتر شما می باشن. من در بک ببرم. کلیدش در کامپیوتر شماست. حالا هر وقتی که از اینجا مثلا در گیت هاب تان یک فولدر است، این فولدر تست یک که مثلا جور کردیم در پشت سر گیت هاب تان است، نه در بین اکانت گیت هاب تان است. حالا بخاطر که ایره کلون کنین شما مجبور هستین که SSH کی را در کامپیوتر تان ذخیره کنین و این کی را اول ذخیره کنین و باز SSH و باز از طریق گیت هر ریکوست که روان میکنه این کی را روان میکنه امرایش و اینجا واز میکنه به حساب. بخاطر از او اول در سیستم تان یک چیز از به نام SSH جن کی جن، یک طول است به نام کی جن SSH. اینجا اگر برین برای ویندوز هم نشان میده، برای لینکس هم، برای مک هم. شما اگر در لینکس باشین از SSH کی جن شروع میکنه. اینی را از این کماند استفاده میکنم. من لینک شروع میکنم، من نمیخوام که اثر جور کنم، میتونیم که اثر هم جور کنیم اگر شما خودتان کار کنید. اگر مشکل آمد باسید از طریق از این کماند شما دو دانه کلید جور میکنن یا دو دانه قلف کلید جور میکنن. در اینجا سعی کنین ما دو دانه چی جور کردیم، یکی گیت هاب پاب است و یکی گیت هاب هستم. در گیت هاب قلف است و در پاب همون کلیم است. باز چیزی که در بین گیت هاب است ایره شما کپی میکنین میارین در کجا، در اینجا پیست میکنین، یعنی قلفتان میارین در اینجا مندازین و وقتی که انداختین دیگه کدام کار ندارین. شما میتونین مستقیم باز از کماند گیت استفاده کنین و هر ریپوزیتوری که از خودتان است او را میتونین کلون کنین. امید که فهمیده باشین. نمیفهم شاید مغلق بوده باشه براتون دفعه اول، با من کمک اول مغلق بود در شروع نمیفهمیدم که چی است، مگر SSH اینمی بسیار به شکل کردکی اگه تشکیل کنه مثل قلف و کلی وارسه، به شرط که اول شما او را جنریت کنید. در ویندوز اگه باشین اینجا هم حتما گفته که شما این چیز هست. در ویندوز هم شما میتونید که از با استفاده از این کماند چی کنین، پیش برین. اوکی، سوال کسی داره؟ یا در ویندوز باز در زیر فولدر SSH نیست، حتما در کدام جای دیگه هستم. خود شاید در زیر نمیفهم، ما زیاد وقت در ویندوز استفاده نکردیم. حتما در کدام جای ذخیره هست از ویندوز. باید گوگل کنین، در گوگل ببینیم که اینجا باش ببینم که در کجا گفتم. در اینجا ویندوز خب اینجا اوکی ای از دیگهش هست. بلکه من یک چند توتوریال در یوتیوب پیدا کنم. SSH key for GitHub in Windows. اینجا ja, اینی هست میشه که حتما Ich hab gebucht! Wir fahren zu M! In this tutorial, I will show you how to generate a new SSH key and add it to your GitHub. یا خودتون ببینین اگر هیچ نشد هیچ باز میتونیم که سرش کار کنیم یک وقت جداگانه. هر وقت که ستاپ چی را داشتین SSH تان موافقانه انجام شد. اگه انمی لینک که من اینجا واز کردیم امیر اگه درست پیش برین من مطمئن هستم که
مشکل حل میشه. من روان کردم دمی چت. اوکی. در درس گذشته ما چند کار کردیم. ما دفعه اول Next.js انستال کردیم که پروسهش براتون گفتم که اول نود داشته باشین، باز npm داشته باشین. نود که انستال کنین همراهش npm انستال میشه و همچنان همراهش npx انستال میشه و در پالوی npx باز از طریق کماند npx ما چی جور کردیم؟ اپلیکیشن ریاکت انستال کردیم و امو بود که خلاص شد. این آخرین کماند ما امی بود و ایره ما ستاپ کردیم. حالا میریم سر بعض فایل ها و استراکچر های چی Next.js که در اینجا چی هست. شروعش ما از package.json میکنم. من مطمئن هستم استاد هم تشریح کردم مگر ما در Next.js یک میخوام یک عمومی تشریح کنم. فکر کنم دفعه آخر گفتم نام پکیج تان و dependencies و dev dependencies. در dependencies پکیج های می باشه یا لایبرری های می باشه که خود اپلیکیشن تا نیاز داره برش و در dev dependency ها چیزایی می باشه که به خاطر development استفاده میشه. یعنی وقتی که شما کدتان باز دیپلای میکنین یا کدام جای روان میکنین یا هوست میکنین یا بیلدش میکنین، باز رو میخوانین که بیلد چی مانه. این دیو دیپندنسی ها باز کارتان نیست. یعنی امرایش فرض کنین که این 2 MB 3 MB یا 10 MB سایز داشته باشه، بازی امرای پرودکشن ریلیز یا امرای کد آخری که باید او را هوست کنه امرای زو اضافه نمیشه. یعنی هر چقدر چیزایی که در بین ازی هست او باز اضافه میشه، مگر امرای چیزی که در دیو دیپندنسی هست او اضافه نمیشه. چیز مهم در اینجا سکریپتس هست. در زیر سکریپتس بعض کماند ها را براتون از اول مشخص کرده اینجا مانده که شما استفاده کنین به خاطر بعض کارهای ضروری. مثلا در اولش اینجا div است، یعنی هر اسکریپت که شما در اینجا بانین شما میتونین از طریق اگه در عین فولدر باشین، من میبینم ما در فولدر خود روت فولدر هستم. اگه ما پی دبلیو کنم در بین از اینجا هستم. هر کمان اگه از طریق npm run باز چیزی که در زیر فولدر اسکریپت هست یا چیزی که در زیر استراکچر اسکریپت هست که در اینجا مثلا dev اینمی اسکریپت چی میشه؟ رن میشه و این اسکریپت چی میکنه؟ در اینجا معلوم میشه. این نام اسکریپت شد که شما اینجا نوشته میکنین و کارش چی هست؟ ایسته. ما اگر رن میکنم میبینین چی میکنه. این پروژه تانه شروع میکنه یا start میکنه در environment یا در محیط development یا در development environment. ما دو محیط داریم. یک محیط development داریم. محیط development محیطی است که شما عملا دارین کد نوشته میکنین، تست میکنین، تغییرات میارین، کم میکنین، زیاد میکنین و پروژه شما در یک وب سرور که از طرف خود Next.js لانچ شده براتون نشان میده. میبینید وقتی که رن میکنین براتون یک دانه لینک براتون اینجا میده که میتونین یعنی خود نمی فایلاتون در زیر از این وب سرور هست شدگی است، لوکال لینکس سیستم تون. اینه که شما کلیک کنین براتون واز میشه. از ما در دیگه صفحه واز شد، ای واز میشه. یعنی امیالی که هسته ای پروژکت شما در development مود اجرا شده. وقتی که در development مود باشه شما یکی از خوبی های کلان که دارا میشن و تغییرات هستن. مثلا من اگه اندک تغییر بیارم در سیستم، مثلا در یک جای تغییر بیارم، اما تغییرات مستقیما بدون از اینکه شما صفحه تانه چی شد
اینجا بدون از اینکه اگه دعوت شما باشه در دیولپمنت قبلی ما اگه کدام تغییر می آوردیم باز ما هارد ریفرش میکردیم، مگر در دیو مود اگه باشین شما ضرورت ندارین که هارد ریفرش کنین، اتومات خودش در پشت سر سعی میکنه مجرد که کدام فایل تغییر کنه اتومات صفحه شما را ریفرش میکنه یا تغییرات نشان میده. مثلا من اینجا اگه تمام از را پاک کنم این صفحه شماست. This is Afghan kid book. صحیح. مجرد ما یک تنها سیف کردم میبینید وقت تغییرات آمده. بین که ما ایره پالو در پالو اگر تغییر بیارم. Hello world. تا تغییر آمده، مجرد ما سیف میکنم سیف میبینید تغییر آمده اینجا Hello world نشان داده. یعنی دیو مود امرای خود چی را دارم این خود از این یک فیچر است به نام هات ریلود. هات ریلود یعنی که سیستم شما را بدون از اینکه براوزر یا شما منولی برین ریلود کنید خود سیستم خود اتومات ریلود میکنه. در دیو مود یا این دیو مود شد و وقتی شما کار میکنید همیشه وقت در دیو مود کار میکنید. نال وقت میرسه که پروژه شما دیگه تکمیل شد یا یک قسمت از پروژه شما تکمیل شد، شما میخواین که را نال یک جای بندازند یک سرور هاست کنید، باز ما کماند بیلد داریم. صحیح. چون ما در اول براتون گفتم که Next.js یک فریمورک است، React یک فریمورک است، React DOM یک لایبرری است، React خودش هم یک لایبرری است، Babel خود JSX این کل چیزا لایبرری هست و کمک میکنه به خاطر دیولپمنت و به خاطر کار. مگر خود براوزر باز داخل روز این چیزا رو نمیشناسه. براوزر صرف جاوا اسکریپت تا نمیشناسه، HTML تا نمیشناسه و چی رو میشناسه، CSS تا نمیشناسه، دیگه چیزی نمیشناسه. نال به خاطر از او باید کد شما کد که نوشته کردین کلش تبدیل شود به جاوا اسکریپت، HTML، CSS و به عکس ها و اگه عکس در پروژکت تان از ایمیج ها یا به او تبدیل شود در زیر یک فولدر مانده شود که براوزر او را بتونه استفاده کنه. در دیو مود مستقیم همی کار میشه، یعنی کل کدایتان چیزی که نوشته میکنه اتومات به CSS و HTML جاوا اسکریپت تبدیل میشن هر دفعه. مگر وقتی که پروژه شما کدام جای هاست میشه باز شما اونجا دیگه سرور دیولپمنت ندارین، اونجا باید شما بر از فایل ها و asset ها یا فایل عکس ها و استایل ها و CSS و هر چیزی که دارین جاوا اسکریپت عموما اونها را باید برش چی کنید بتین. ما چی میکنم فعلا باز بخاطر از او کار شما از بیلد استفاده میکنیم. بیان که ما بیلد ببینیم که بیلد میشه یا خیر. ما کار نکردیم میرم npm run build. صحیح. حالا میبینین که creating optimal production build و بعض پروژکت کارها جریان داره. میبینین که بیلد ما مکمل شد. باش که در کجا آمد باید در دست یا فکر کنم که در زیر فولدر چی باید باشه دست فکر کنم در زیر فولدر نکست هست یا یس. من که یه دفعه ما اثر مطمئن شم که اینجا هست یا خیر ایره ما دیلیت میکنم. اوکی. ببینید در زیر فولدر نکست چی شد آمد. تمام فایل هایی که
شما نوشته کردیم. ما در یک پروژکت و چیز نوشته هم نکردیم، نه صرف هم یک صفحه است. کلش در زیر نکست آمد و باز شما ای را میگیرین به خاطر چیتان به خاطر پرودکشن تان و در اونجا باز بندازین. کورم ما چی میکنیم؟ میخوانیم که چه قسم باز ما فایلای چی را بگیریم، فایلای بلد بگیریم چطور در یک سرور هست کنیم. بیاین که یک استراکچر عمومیش هم ببینیم که در اینجا چی است. وقتی که ناو پروژکت شروع میشه، در پروژکت Next.js برای شما اول یک فولدر سورس تعیین شدگی است. یه دقیقه ما ریکاردینگ استارت کنم چون که زیاد شد، اثر ایر استاپ